نگارش کلمه علی رو میخوام به نمایش بدارم. قلم و کل قلم روی کاغذ تای قلم بلند میکنیم. ببینید با زاویه تقریبا 55 هست، قسمت 55 درجه هست. این عین با این زاویه باید نوشته بشه. با 3/4 قلم قوس میدیم تا جایی که در ابتدای این قرار بگیره. کمی توجه بفرمایید. اون که قلم نیش رو میزنیم، آماده میکنیم برای کشیدن. با ارتفاع 1 نقطه نصفی این رو به لام متصل میکنیم. اینجا از منتهای له این جدا میشه و برمیگردونیم یه رو. آماده میشیم برای کشیده معکوس. کل قلم اینجا میذاریم و انتهاش به اندازه تقریبا 1 نقطه بالا میره و این قسمت هم 1 نقطه بینابین این دو کشیدم، 1 نقطه خوابیده هست.